کشتن خواست عمر. مرا کشتن خواست. به خدا کشتن خواست. ینگا زنده است. زود باید به بیمارخانه بریم. زودتر. دخترم تو چی کار کردی؟ طاقت کنید ینگا، طاقت کنید. پدر خدایا زودتر به اینجا. زودتر. خوبانید. زود به اتاق جراحی برید. زودتر شتاب کنید. در طول حیاتش انسان به بسیار پستی و بلندی ها دچار می آید و بسیار بلاها گرفتار می شود و هر یک بلایی به سرش آمده انسان را وادار می کند که فکر کند. یعنی هر یک ضربه از حیات خورده این یک امتحان است، این یک آگاهی است. در این مورد انسانی به انصاف چی کار باید کند؟ نشسته فکر کند که در کجا خطای صادر کرده است که آن بلا به سرش آمده است. خطا کردن و پس از آن عذاب وجدان کشیدن این دل شکستن شیطان است. من هیچم کردم بود. خودش به من حمله کرد. من رو نجیوندی. ما با شما میره بریم. نه مادر جون. مقابلیت نکنید. التماس مقابلیت نکنید. التماس مرا نردید. بابای من دست از روشتر بگید. برو چسانه دارم از اینجا میبرم. وای گناه ندارد آقای محمود. جیانم را سرگیر. آقای محمود خوب میشود، همش خوب میشود. چی؟ صدیقه به خود بیا. ینگا جون آروم شوید. ینگا جون دخترم بیا ینگت رو به خانه بریم. در اینجا مونت بدتر می شود. دخترم کمک کن. بیا خیز چرا فهمیدن نمیخواهید؟ گوش کنید، تو بیانات جبر دیده رو نگیرین دخترتون رو آزاد کرده نمیتوانید. یعنی چه خیلی؟ اگر اون مرا دخترم زندانی می شود؟ هیچ چیز گفته نمیتوانیم آقای هاشم. یعنی آینده سنم از زنده ماندن خانم فردوس وابسته است. بله و باز از بیانات دادهشان دلیل ها رو از جای حادثه جمع کرده به شهر برای تشخیص روان کردیم. نتیجه ها رو که گرفتیم آنها را با دستگیر شده به دادگاه روان میکنیم. همه شاهدان واقعه را پیدا کرده از آنها نیز بیانات میگیریم. این هم یک چند روز را میگیرد. تا آن روز خانم سنم در زیر نظارت میماند. یگان کار کردن نمیتوانیم. برای زنده ماندن خانم فردوس دعا میکنیم. فکرت چیست؟ رفتیم. پدر شما رفتن گیرید، من میآیم. یک کار مهم دارم. ما با بیمارخانه میرویم، با اونجا بیا. حتما میآیم. تو می‌سینی همیشه زیبا و دلکش هستی. تشکر. باور میکنی تو روز چقدر پزمان شدم. باز ما میخوریم. مایلش کن. از دیدارت خیلی شاد شدم. من همیشه. رقم تلفنم را گرفتی. البته زنگ زن. کنه اینجا بیا. فکرت. نامتی یک طرف ایستا تو. گم شو از اینجا، گم شو. فکرت. کی سر آدم؟ کی؟ تو چه حق داری که رفیقی مرا میزنی؟ کی به تو اجازت داد؟ ایشیل از تو میپرسم با آدم کیست؟ بس من زنی تو نیستم، فهمیدی؟ عذابم نده. چی؟ من حقی با هیچ کس گپ زدن ندارم. من هم گوش کن، گپ نگردم، فهمیدی؟ سرده مرا، سرده گفتم. این یکی از همون عاشقانت ها؟ گوش کن فکرت، تو میفهمی چی او گفته ایستاده. بله، من به این محله برگشتم.
مایلش مرا محافظت کرد، لیکن حق نداری از من گمانی بد بری. او تنها یک رفیقم است، رفیق مکتبی. با یک کاری ضرور به این محله آمده است. دیروز نخست در اینجا او را واخوردم. امروز باشد به استانبول برمیگردد. بین ما هیچ چیز نیست. فهمیدید؟ نیست. ایشل ما رو ببخش. خودت را به دست گیر صدیقه. انشاءالله همش خوب می شود. چقدر خوب می شود. دخترم در حبس می پوسد. مرا برای که به خانه آورده. من به نزد دخترم می روم. مرا سردی. صدیقه آرام شو بس. ینگه جان التماس از خدا امید رو نکنید. سنم بیگناه است. گوش کنید ینگه جان، نبیره آینده تون این احوال رو بیند خیلی زیق می شود. تو چی گفتی دخترم؟ دخترم یعنی تو؟ ها ینگه جان، با نزدیکی یک کودکی مایل ده که خوش و یک با اویلم همراه می شود. بلکه با آمدن او همش خوب می شود. خندیدن نمیخواستم. درست میگویی دخترم؟ فکرت هم باز پسر میخواست. خدا را شکر دخترم. زود آوازه نکنید چون که هنوز 100% معلوم نیست. چقدر نیست. هنوز به نزد دکتر نرفتم. زیق بودن شما را دیده خواستم شما را شاد گردانم، لیکن تشخیص ها همین خیلی نشان میدهند باز یک بار مادر میشوم. بیارید زودتر زودتر زودتر. عمر سرما احوال فردوس چطور؟ خیلی جراحی مشکل بود امک. تیر خیلی درون رفته است. عضوهای درونی ضرر دیدند. او زنده میماند عمر. حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانم. حیاتش در خطر است. ما از شعبه میویم. اگر عریضه فردوس نباشد سنم را جواب نمیدهند عمر. لباسهایم را عوض کرده زود به نزد سنم میروم. سرما به همشیره ها گوید که ینگه فردوس را تنها نگذارند. میلش احوالش خیلی وزین است. خوب آقای عمر. ما هم به خانه میرویم. همه رفتیم باشیم. خدایا توبه. هم پدرم و هم عمکم قریب که عمر رو به آغوش گیرند. چقدر دختری خوشبخت بوده ای سنم. خانم سرما سلام. شما اینجا بودید؟ تو را انتظار بودم. مرا؟ گردنبند را به گردنت آویختی. خیلی خرسند شدم سرما. میدونید شما مرا نادرست فهمیدید آقای تیمور. در این موضوع به شما گفتن میخوام که من شما را... آقای تیمور، مسئله خانه خری شما را حل نکردیم. چخلی که میگویند با چپ و راست نگاه نکن، کاری امروز را به فردا نگذار. اگر خواهید امروز بینیم. میلش میبینیم آقای هاشم. میلش میبینیم. خدایا چرا من آن رو به گردنم آویختم؟ شد اکنون گریه نکن سنم. همش خوب میشود میبینی. چرا همه بلاها به سری من میآید؟ چرا بدبختی بالای بدبختی شده ایستاده است؟ نمیفهمم عمر. مرا ببخش. از برای من تو هم در عذابی. کاش که از دستم می آمد و تو رو خوشبخت میکردم. برای من شده خیلی عذاب کشیدی. خیلی عذاب کشیدی. خب این موضوع رو ما قرار رو هر دویمون برآوردیم. جزایش رو هم خودمون میبینیم. این وقتی که از اینجا میبرایم کارهای جداشوی رو انجام میدهیم. ینگم کی به خود میآیند؟ عمر؟ مرده است؟
نه مرده است. انشالله زنده میمونه. تشکر زیاد کبیسر. خدا خواهد تو را از اینجا میبرورم. زیغ نشم مایلش. بیانات جبر دیده را گرفته میتوانیم؟ متاسفانه حاضر نمیشود. نرگس بیا بازی روز شبکان نکنیم. اما من از تاریکی میترسم. میخیل باشه چراغ اینجا رو روشن نکنیم. نگاه کن تاریک نیست. رفتیم نترس. صدقه دسترخوان تیار است. گرسنه ماندم. میشیل وای برای کارهایی کردم بخشش میخواهم. من باید حتما تو رو ببینم. به خانه‌ات میآیم. چه برای چی؟ زنم از هیچ چیز خبر ندارد. من تو را دوست میدارم. چی گفتی؟ اگر آنها فهمم که تو در محل هستی باز جنجال می شود. میفهمی ایشی؟ این خیلی باشد پگاه در باغ وام میخوری مایلش. خاموش نرگس خاموش. صدقه علیا زاد ترجمه گرسنه ماندم. چی شد هاشیم؟ دخترم چی خیل است؟ فردوس رو نجات دادم. گپ زن هاشی. عمر احوال فردوس خیلی وزین است میگوید. فردوس مراد سنم هم چند سال از حبس نمیبراید. ینگه جو شنید ینگه جو شنید. این چی بلا بود که به سر ما آمد؟ خدایا آقای تیمور اومد است. حمزه جوانه کی حیاتم را نجات داده بود کو انا همان. خوش آمدی پسرکم. بیا به خونه درو. مادر جان از اینجا میگذاشتم احوال خانم سنم را پرسم گفتم. بیا پسرم بیا درو خیر. شام بخیر آقا جان. شام بخیر. ببخشید که در این نیمه شب شما را ناراحت کردم. دیدی حمزه چقدر بودو بست همین طور نه؟ دخترم مهمان رو به خانه تکلیف کن. گذر پسرم خوش آمدی. خوش باشید. در محله هیچ کس را نمیشناسم غیر از عائله شما. البته شما را به خودم نزدیک حس کردم. زهر آدم را آدم میگیرد میگویند. البته پسرم البته نزدیک هستیم. ما هم آدم را میشناسیم. واقعی امروز مرا خیلی ناراحت کرد. عقلم قبول نمی کند. فکر میکنم خانم سنم گناه ندارند. در شبای پلیس چی میگوید؟ ینگه جو التماس به خاطر من کمی خوری کمی. مایلش شنید. دخترم زیقم باشم از خبرت شدم. چه خیلی خبر خوش. چی شد؟ باز یک مهمانی نو می آید. علیا؟ هنوز به نزد دکتر نرفتم لیکن مهمانی خردککمون می آید. چی میگوید این صدقه؟ باز یک نبیره دیگرت می شود هاشیم. باز یک نبیره. راست میگی؟
şeyim rakam uyan. Pisar bir adamı doğru pisar. Çıkalı ki meguyan. Kaçeki pisar tavalı kımat. Kan kurat. Kaçeki doktor tavalı kımat. Fazla Ой, hoşi. Tu me fami çi gufte söyleyeyim? باز یک پسر شود پشت زمین رو نمیبیره فکر جان خیر من اکنون روم. برای شما را ناراحت کردنم عذر. کجا میروی پسرم؟ آخر حاضر آمدی؟ نه بهترش روم. حمزه این رو قبول کرده نمیتوانم. ببخشید. امروز اون رو به گردنم آویختم. نادرست نفهمید. حالا همین خیلی. خب مایلش. این امر دل است. مجبور نمی کنم. تیمور یک دم ایست. ببخش پسرم. سرمه دختری است که عقلش در جایش است. با کسی که شناس شود با دو دهنگپ خوبش زود عاشق نمی شود. غیر از این او نیتت رو نمی داند. تو ذکر نشو. من با سرمه گپ میزنم. تشکر مادر جان. راست میگوید. خیر. میدونی من نمیخواستم کودکی سیم رو. چی لازم است گفتم، لیکن تو میخواستی. باور کن من هم خیلی خورسندم. از حاضر بوی کودکی مای دهککمون به بینی هم میوید. ها بله. خورسند نشدی؟ خورسند شدم. البته خورسند شدم. با او چی نو میگذاره؟ فکرت سراسی من نشم. شاید حامله دار نباشم. هنوز به نزد دکتر نرفتم. برای چی پریشان شدی؟ هیچ در هیجانم. خوب که در بالای سرمون هستی. خانه همون هستی. ایستا من میبینم. چی شد فکرت؟ از بانک خبر آمده است. گوش کن کودک آینده من رو خیلی فکر میکنم. ای دختری بی عقلم، تقدیر خودش پیش پایت آمده است، تو باشه رو میگردانی. مادر گوش کنید، من همین قدر به دلتون زدم که شما زودتر از من خلاص شدن میخواهید. التماس به من دیگر کاردار نشوید. میلش دخترم، کاردار نمیشم. تو هم از حبس برآمدنی صنم رو مثل کتاره‌ای که گذشتنش آخر ندارد انتظار شدن گیر. شما چی گفتن میخواهید؟ تو انتظاری جدا شوی صنم و عمر هستی دخترم. انتظار شدن گیر. عمر توی صنم را خوب سرگردان کرد. خیال میکنی که صنم از حبس نبرآمده عمر از وی جدا میشود؟ همین خیر؟ ای دخترکی ساده ای و دکتر شدی و عقلت ندر آمد. لجام در دستی کسی باشد اسب را او میراند. صنم هم به عقل عمر با سرمه خانه دار شود گفته از شوهرش جدا میشود. مگر این بی عقلی نیست؟ برای چی خبر نداده تمشیره؟ انشاءالله احوالش بد نبوده است. احوالش خیلی است. خیلی بد است. خونش را سنجیدید؟ بله آقای دکتر. حالتش یک و یک بار بد شد. یک بار دیگر داروی گفتگی هم را گذارم. خوب شده است. کاری خوب نشد حمزه و خدا عیب شد. امور آدم گفته به خانه ما اومده است. علیما اینجا محله خورد است. ما دو دختری کلان داریم. هر مرد بیگانه‌ای که به خانه میآید او را با گل پیشواز گرفتن نمیتوانیم. تو به نزد صنم رو. بیچاره خیلی عذاب کشیده است. کارهای کرده دوغن را عقلم قبول نمیکنه. چی شد؟ چرا در را پوشیدی؟ زن و شوهر
پنهانی گپ میزنی. باید دخترانمون گپی ما رو نشنوند. سرما کارهایی که داغم با سنم کرده است میدوند. البته میدوند. من گفتم. پس چرا عمر رو نبخشید؟ این خیلی گپ نزن حمزه. مگر دختری من به گردن عمر اویزون میشود؟ باز ما آدم خونه دار. توبه. گذر شین من به تو قهوه تیار کنم. چیکار بکنم آقا؟ با فکرم پدر و مادرم جدا میشوند. آخر پدرم تا حال بابای زن گپ میزده است. مادرم را فریب میداده است. خاموش، مادرم میفهمم. با من گوش کن نرگس. میدونی چیکار میکنی؟ پگاه پیش از پدرم به باغ میرویم. اون زن رو میابیم. بعد با او گپ میزنیم. با او میگوییم که از پس پدرمون نگردید. مادرمان رو دیگر نرنجونید. در آن باغ پنهان میشویم. همین که با پدرم وا خوردم از پیششون میبرویم. خدایا شکر. لیکن احوالش هنوز خوب نیست. همیشه نظارت خوب شده است آقای دکتر. اگر آن زنی بعد ما رو زنه چی؟ تو غم نخور، من هستم. با مادرم گویم چی؟ من میشود. مادرم زود و غضبناک شده از پدرم جدا میشوم. بچه ها؟ اپای نورای؟ نرگس؟ ثروت؟ بچه ها شما از کجا پیدا شدید؟ ما فکر کردیم که شما رفتید. با ما کمک میکنید اپای نورای؟ کمک؟ چی شد خانم همشیره؟ نبضش گم میشود. بیمار رو از دست میدیم آقای دکتر. دلش را محض میکنیم. ینگه باید زنده مانید. ینگه قلبش به کار در اومد. خدا را شکر. تو رفت امیدم را از دست میدیم. احوالش خیلی بد است. خیلی. همشیره التماس 24 ساعت نظارت کنید. فهمیدم آقای دکتر. چی شد آقای عمر؟ احوال ینگه فردوس هم خیلی وزنین است. بسیار خواطیره. عمر، از تو یک چیز رو پرسیدن میخواهم. تو در حقیقت از سنم جدا شدن میخواهی؟ گوش کن، این خانه‌دار شوی ما حقیقی نبود. تو این را فهمیده میتوانی سرما. آخر حاضر سنم در حبس است. وای در حبس باشد به فکر تو جدا شده میشود. با من کمی وقت ده. وقتی که به من خیانت کردی وقت رو فکر نکردی. زود مرا فرختی عمر. سرما بس کن، مرا فهم. با تو خیانت نکردم. باور کن. تو میدونی که رومالچه دادت و انگشترین تا حال در دستم. این معنی آن رو دارد که من با تو هم سرما. قلبم با توست. لیکن حاضر وقتی این گپ ها نیست. مشکلی کلانه به سرمان آمد. اول باید سلام رو از حبس براریم. احوال ینگه فردوس نیز وزنین است. یک زنی بد است اپای نورای. بد استن وقت با پدرم در باغ با میخورم. التماس با ما کمک کنید. و زنی بد از اینجا رود. پدری ما رو نگیرد. آخر مادرم زیخ میشود. اون زن رو میابیم. میدونید با او چی میگوییم اپای نورای؟ پدرمان رو به حالش گذار. از اینجا برآمده رفت. دف شب دیگر مادرمان رو نگیریم. ما رو بدبخت نکن. به این هم غممون بسیار. امام در حبس. بی هم باشد. دویم گریه میکنم. در خونه هیچ کس نمیخواندد. ما نمیخواهیم که مادرمون دویم گریه کند. با پدرم با تلفن گپ میزد. التماس با ما کمک کنید. بیایید در باغ رویم. با اون زن گپ زنید. رفتیم اپای نورای. رفتیم. التماس. بچه ها ولی با باغ رفتنمون شرط نیست. برای چی؟ چون که من وای زن رو میدونم.
میدونی؟ بله البته میدونم. در کجا بودنش رو هم میدونم. من او رو یک مرتبه دیده بودم وقتی که با پدرت گپ میزد. این کی بود؟ شما حاضر به خانه‌تون روید میلش. من باشم رفته با او گپ میزنم. لازم شود از این محله پیش میکنم. میلش. مایلش دوروهای فرمودم رو گذرونید. شما ما رو فهمیدید؟ بله آقا. آمای روبیا؟ سرمه ما هم به نزدیک تو می آمدیم. برای تشخیص آمدیم. تشخیص؟ ایشیل چرا نمیایی؟ تو رو انتظارم. مرا انتظار نشه فکرت. نمی آیم. با من وعده داده بودی. فکرت من از این محله می روم. با این وقتی دزدیده زندگی کرده نمیتونم. خدا حافظ. ایشیل به عقلی نکن. ایشیل خودش چیکار؟ جوابی تشخیص خانم دکتر. تشکر. خبری خوش رو داده شادیانه رو میگیرم. مایلش خوش کودک هست؟ آپای علیا شما حامله دار نیستید؟ چه نیستم؟ همین قدر باوری دوستم که حامله دار هستم. همه رو باز با پای خیزوندم. من با فکرت چی میگویم؟ اپا جان اگر خودت باز یک بار دیگر با اولتراسا داروید خودتون میفهمید. مایلش ایشیل درو کشا. با تو میگویم. ایشیل ایشیل یعنی تو مرا ترک کردی. صدیقه کجا می روی؟ من به نزد تو آمده ایستادم. ببخش این شب آمده نتوانستم. خیلی کارم زیاد بود. به خبرگیری سنا می روم. گوش کن صدیقه من هم با تو می رفتم لیکن باید حتما به مغازه روم. خانه رو باید آرا دهم. برای سرما خواستگاری نو بر آمده است. ایستا صدیقه مادامی که به نزد سنم می روی با او گوی که سرما مرا فراموش کرده است و دیگر کس خانه دار می شود کارهای کرده داغم را فراموش کند و از دست عمر محکم دارد. خدا نشان ندهد جدا شوند دیگر کی او را بدنی می گیرد. با عمر بر این آدمی درست به شوهر بر آمدن این خود یک وقتی کلان است. عمر هم او را حرمت می کند. باز نگویی که صدیقه من به تو نگفتم. حلیمه به نام خدا یک طرفی است. من به درد دخترم آواره هستم و تو باشی چی ها میگویی؟ اوف با کجا میره ریشیل؟ چرا ما رو ترک میکنی؟ بیا فکرت همدیگرمان رو فریب ندیم. بین ما عشق نیست. میفهمی نیست. یعنی تو ما رو دوست نمیداشتی؟ با استانبول رفته در اونجا زندگی کردن میخوام فکرت.
نمیخوام در محله خورد با تو حیاتم رو پسانم. بیزار شدم، میفهمی؟ از حیات دهاتی بیزار شدم. به شهر میروم. آزاد بودن میخواهم. اشیر صبر کن. به نزد اونا چقدر میروی؟ همین طور. بابای مصلحت کردید. اکنون نزدیبای میروی ها؟ من تو رو رشک میکنم، به همه رشک میکنم، میفهمی؟ نکن فکرت. با تو گفتم با او یگان علاقه ندارم. وای تنها یک هم صنفم است. غیر از این او دیشب به استانبول رفت. دروغ نگو. با هیچ کجا نمیروی. تو را نمیگذارم که از این محله رای فهمیدی. هموشین در راه. سرده مرا. از تو بیزار شدم، نمیفهمی؟ تو رو میکشم و با هیچ کس نمیدهم. تو هم با مانند آنها هستی. با مانند آنهایی که با من در طرف خانه مسخره بازی میکردن. با تو گفتم که بیا. یک روی نکنی شیر. با من بیا. ببینید خانم سرما، گوش کنید. تشخیص اولتراسادو نشان داد که در بچه‌دانتون زخم پیدا شده است. دخترم علیه هنوز معلوم نیست که زخم پهن شده است یا نه، لیکن زود باید جراحی کرد. مادر جان، دخترم سلام دختر زیبایی. التماس بس کن، خود رو از دست نده. همش خوب میشه و دخترم عمر بیچاره هم برای تو رو نجات دادن چی کارهایی که نمیکنن. حق عمر رو چطور بار میگردونم مادر؟ عمر انسانی خوب است و شوهرت است. اگر فهمیده باشه دخترم رفتاری عمر با تو دیگر شده است. باز جنگای حلیمت گفتن که سرما با دیگر کس خانه دار می شده است. شاید عمر اویلش رو بیرون نکنه. میفهمی دختری زیبایم؟ شیرینکی من، دختری زیبایم. دخترم زیق نشو. از خدا امیدت رو نکن. صبر کن، شاید همش به خیر شود دخترم. مادر جانم تشکر. من خوبم. من بهتر می آیم. میلش عمر پسرم، نمیدونم چی خیل گویم، لیکن میترسم که اگر جدا شوید سنم با خود یگون بیعقلی میکنم. دخترم خیلی پریشان شده است. ببخش پسرم، این دلی مادر است. دیگر چاره ندارم چی گفتنم رو نمیدونم. باوری دارم که کاری درست میکنی.
چی شد؟ وای دخترم با تو چی شد؟ بیا خیز دخترم، خدایا آخرین بیمار است بیچاره. بیا خیز دخترم، خیز. بیا من با تو کمک میکنم. خیز دخترم، خیز. انا همین طور. خیز جون، خیز دخترم، خیز. انا همین طور. خانه من همینجا نزدیک است. بیا من تو رو به خانه خودم میبرم. رفتیم. خدایا توبه، خدایا. بیا دخترم، از دستم دار. بیا خدایا، انا همین طور. بیا رفتیم. آنا میخیل. رفتیم. علیا دخترم چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ هم دست میدارد و هم گریه میکنم. شیرین کالم، یگان چیزی بد شد. کنی بچه ها به حجرتان روید، من با مادرتون صحبت کنم. کنی مالش بیرون. شیرین کالم. علیا دخترم چی شد؟ در بچه دونم زخم پیدا شده است. میترسم که یگان بیماری بد نباشد، شاید بیماری سرطان. خدایا دخترم از دهانت شمال بند، این خیل نگوی. شاید دیگر هیچ وقت فرزندان نمیشود. فکرت خیلی با امید بود. من باید چی میگویم؟ چی خیلی میگویم؟ از همه مهمش سلامتیت است دخترم. باوری دارم که فکرتم همین خود فکر میکند. آرام شو. تو رو جراحی کنیم سلامتیت بهتر میشود. برای ما از همه مهم همین است. روح افتاده نشو، تقدیر همین بوده است. یگانه راهی درست این جراحی است دخترم. میفهمی جراحی است. به خود آمدی دخترم، خوب هستی؟ یگان بیماری داری؟ چند سال نشده بودم، صحت شده بودم. اول زود بیهوش می شدم. در محله تو رو ندیده بودم. به فکرم از اینجا نیستی؟ بله، باید از اینجا می رفتم. به شهر می رفتی؟ نامت چیست دخترم؟ نامت رو بگوی دخترم. نامی من رو بیا. نامی من سیگینج. وای دخترم و دامادم. وای من روم. یک دمشین دم گیر. برای چی سراسیمه هستی؟ تا با تو خوراک ندیم به هیچ کجا نمی روی. بیا شین. اکا وای زنی بعد با فکرم پدرم رو دزدیده بود. این خیل شدنش ممکن نیست. اپل نورای باید با او گپ میزد. این خیل باشد چرا مادرم گریه میکنند؟ پدرم اومد. بیا خواهرم. کنی زود به خونه دروید. مادر بس کنید، اینقدر زیغ نشوید. چه زیغ نشود؟ دردی سنم نمیرسید، بازاری هم بیمار شد. با علیا چی شده است؟ فکر کرده است که کودک دار است، لیکن نبوده است. خدا نکرده. اکنون چی می شود؟ در سن جوانی بچه دانش را میگیرد، دیگر کودک دار نمیشود. فکرت خدا علیا را نگهبان باشد. من کودک نمیخواهم. 2 فرزند دارید، کافی است.
گفتی دنگا جو؟ گفتم خیلی زیق شد. چی گفتنش رو ندونست. خدایا نو به یادم اومد. مادر لباسای کهنه رو از من خواسته بود. وعده دادم که میبرم با کمبغل ها تقسیم میکنم. اگر خواهی بیا یک جای رویم. تو ایستا من حاضر میایم. حاضر. مادر جان شیری نکنی من. زیق نشوید افتیموز. تشکر. خوراک خیلی بلازت بود. نوشی جان دخترم. اکنون با من اجازت. خودت را چه خیلی حس میکنی؟ سرت از درد موند؟ هر وقتی که دلت خواست به خانه من بیا. مایلش؟ تشکر با شما. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки пештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. номам мурод. солҳо одами бадкирдор будам. дар ин дунёи пур аз гуноҳу хатоҳо бо нодонистани ҳаққи банда умр ба сар мебурдам. одамоният ҳафмосу истад. ҳатто гурбаи назди хона ва дарахтону сабзаҳои рӯи замин болои ман ҳақ доранд. бардошам гуноҳи зиёд бор карда намедонистам ки ҳаққи ин қадар одамҳо ба ман гузаштааст. аммо як рӯз дар ҷанозаи падарам воқеъе рӯй дод ки маро куллан тағйир дод. он раҳмате ки тамоми оламро фаро гирифтааст, дараш ба сӯи ман ҳам боз шуд. акнун тамоман инсони дигар шудам. қавл додам ки аз он одамоне ки болои ман ҳақ доранд ҳалолӣ пурсам. акнун касеро мешиносам аз ӯ ҳалолӣ мепурсам. маро бубахш. сурма, аз ту як чизро мехоҳам пурсам. шуморо гӯш мекунам. темур, байни ту ва темур чизе ҳаст? ин ба шумо дахл надорад, оғои умар. шумо ҳақ надоред ки пурсед. сурма, илтимос ин гапҳоро мон. чаро гарданбандро ба гарданат овехт? ба шумо чӣ, оғои умар? сурма, ин калимаи оғоро такрор карда наист. маро асабӣ мекунад. асабӣ мешавед. ин хел бошад, асабатонро эҳтиёт кунед, оғои умар. оғои умар, хонум Фирдавс. با اون زن گپ زدی در پنورای؟ بچه‌ها شما با دیگر اتاق گذارید. برای چی مادر جان؟ آخر این پنورای است. من کی گفتم؟ زود گذارید. مالش مادر جان. بیا نرگس رفتیم. کنی بچه ها با اتاقی دیگر گذارید. با من دروغ گفتی فکرت. با من دروغ گفتی. یعنی این زن رو پنهان میکردی. دخترم با تو چی شد؟ مگر شما شناس هستید؟ چرا ما رو راحت نمیگذاری؟ چی میخواهی از ما؟ مادر شما میدونید مهمانتان کیست؟ ماری است که کوشش میکند اویله دخترتان رو ویران کند. ببخشید، خیلی پشیمانم. من خطایم رو فهمیدم. یعنی خطایت رو فهمیدی؟
این خیل باشد در محله چی کار میکنی؟ باز در خانه مادرم. نمیدونستم که مادرت است. چیزهایم در اونجا هست. اکنون به شما خلال نمیرسونم. وعده میدهم. التماس مرا ببخشید. ببخشید. دفشم رفت. زودتر از اینجا دفشم. شد دخترم. نباید این کار رو میکردی فکرت. نباید چنین میکردی. دخترم شد اکنون. بیا اپای نورای ایسته. شد دخترم شد اکنون. شد دخترم. اوه فکرت تو چی کار کردی؟ باز دهید. طاقت کنید ینگا باز کمی. طاقت کنید ینگا. طاقت کنید. تمام های من مشکلی پسی سر شد. خدایا این خیلی مشکل است. این خیلی دوام کردن گیرد. خیلی مشکل می شود. باید زنده مانید ینگای فردوس. باید زنده مانید. وگرنه هم شما حیف می شوید و هم حیات سنم می سوزد. اپای نورای نروید التماس. نروید اپای نورای. بچه ها میدونید بازن که پدرتون رو فریب داده بود گپ زدم. دیگر با پدرتون نزدیک نمی شود. شما رو و مادرتون رو اون زنی باید دیگر نمیرنجونه. تشکر اپای نورای. میدونستم که کمک میکنید. اپای نورای نروید شما رو دوست میداریم. اپای نورای چی شد؟ این رو گیر. هرگاه که این شپرک رو بینی مرا به یاد آر. مایلش. چرا فکرت؟ چرا؟ به من وعده داده بودی؟ رفت گفته بودی؟ چرا؟ اکنون تمام بس است. از او جدا می شوم. دخترم التماس در این روزهای وزنی جدا می شوم نگوی. دخترم با زخمم نمک نپاش التماس. فرزندهایت را فکر کن دخترم. شما چی خیل با من از وی جدا نشم میگویید؟ بابای زن علاقهش دوام دارد. من چی خیل بابای زندگی میکنم؟ علیا دخترم بایزن از اینجا میرود. پشیمان شده است. احوالش را ندیدی مگر؟ دفعه گذشته هم میروم گفته بود لیکن نرفته است. همش بازی است. نه من دیگر باید زندگی نمیکنم. خیل نکوی دخترم. امیلت را ویران نکن. زهر خورونه که ممنون نکن. دستت شکند هم آب نکن. اگر کودکهایت را دوست داری طاقت کن دخترم. مادر جون. اپای نورای رفتن مادر جون. در وقت رفتنش خیلی گیره کن. علیا دخترم. سلام سرما. سلام. ببخشید سراسیمم. خانم سرما اجازه دهید شما را تا خانه‌تان گسیل کنم. با شما چند مرتبه بگویم آقای تیمور اینجا محله خرد است. هر یک قدمی مانده همون غیبت دهان مردم می شود. یگان کاری بد نمی کنیم که تصور کنید که من سیاه هستم. با 7 بهار آمدم. شما باشید محله را نشان میدهید. التماس. مایلش رفتیم. خانم سرما با کجا؟ اگر شتاب داری؟ به سوی خانه می رفتیم اما که قربان. سرما خواهرم در این دنیا دکتر بودن شرف بوده است. یک قصه خواندم که از حیرت مویی بدنم راست خست. کاش که من دکتر عمر می شدم.
این چه قصه بود است که شما رو در حیرت موند اما که قربان؟ عمر برای چی راست میستی؟ بیا اینجا بیا. قصه دکتر عمر رو نقل میکنم. همنامی تو چی نام داری جانی عمک؟ نامم تیمور. اگر پرسم که از اینجا نیستی میگویی از همینجا هستم؟ اصلا از همینجا عمک. اصل همه چیز را خدا میداند. و تو گفتم که درس میخوانم. قصه دکتر عمر مرا حیران کرد. در این دنیا دکتر بودن شرف است. کی است وای دکتر عمر؟ شناستو؟ بیا با تو نقل میکنم. بیا رفتیم. این هاشیم با کجا رفته باشد نمیدونم. در یگان جا نیست. خدایا توبه. این کوزه پوش یگان بار اویلش را فرزندهایش را فکر میکرده باشد. گیر دخترم یگان چیز خور باز گرسنه نمانی. گیر این رو از کجا گرفتی نرگس؟ اپای نورای دادن. این خیلی تحفه قیمت است. قبول کردن نمیتوانی. باید با اپای نورایت برگردونی. لیکن وی رفته است. شب میرود مادر جون. افتابوس شب میرفته است. حاضر در خونهشون. تو از کجا میدونی؟ خودشون گفتن. ما خونهشون رو میدونیم. میدونی؟ اگر خواهید نشون میدهیم مادر جون. دکتر جوان عمر سال 1957 به امریکا می رود. در روزهای اولی کاریش در بیمارخانه وظیفه پست را اجرا میکرد. یعنی از بیماران برای تشخیص خون میگرفت، زخمایشان رو میبست، کارهایی به همین مانند میکرد. یک روز از یک بیمار 30 سالش از 70 بالا برای تشخیص خون میگرفته است. بیمار دستش را دراز میکند. دکتر عمر میبیند که در دستی آن مرد بیمار عکسی ماه و ستاره نقش بندی کرده شده است. برای آن مرد نگاه میکند، میبیند که او ترک نیست. و نقشی دستش نگاه میکند، بیرق ترکیه. از آن مرد بیمار میپرسد که ترک هستی؟ او جواب میدهد که نه، من ترک نیستم. از من چند وقت میگذرد. آنها باز و میخورند. این دفعه آن مرد پیری بیمار از دکتر عمر میپرسد که تو ترک هستی که نقشبندی دستی مرا شناختی؟ آن مرد و دکتر عمر سرگذشت خود را نقل میکند. من یک عسکر بودم و در چنکله جنگ کردم میگوید. وقتی که در آنجا میجنگیدیم و ما میگفتن که ترک ها وحشی هستند، مثل حیوانی در رنج هستند. هنگام جنگیدن من به ترک‌ها نگاه می‌کردم که چقدر آنها مردانه‌وار برای زمینشون می‌جنگیدند. امکانیتی کم داشته باشند هم خیلی خوب می‌جنگیدند. ما بین خود به آنها احسن می‌خواندیم. غیر از این ما از اسیر شدن و به دست ترک افتیدن مردنیوار می‌ترسیدیم. آن ترکانی وحشی ما را اسیر گیرند ریزه می‌کنند. گفتم می‌ترسیدیم. در یک محاربه شدید نخست یک ترک و سرم با تفنگ می‌زند. من از هوش رفتم. وقتی که به خود آمدم چی را دیدم؟ سرم بسته، گرد اطرافم پر از ترک. قریب از ترس دل کف می شدم. آخر من در دستی آن وحشی ها هستم. یکی دیدم رویشان شاد، زخمی سرم بسته. بعد آنها به من خوراک آوردند. به خدا حیران شدم. به خود گفتم اگر اینها وحشی باشند پس ما کیستیم؟ آنها مرا آزاد کردند و برای خوبی کردهشان در دستم بیرق آنها را نقش بندی کردم. همین خیل آن مردی بیمار پیر و دکتر عمر بین خود صحبت می‌کردند. آن مرد از دکتر عمر خواهش می‌کند که درباره دین اسلام به او نقل کند و دیری نگذشته او دین اسلام را قبول می‌کند. یک روز آن مرد پیر از دکتر عمر خواهش می‌کند که به او تسبیح یافته دهد، چون که آن را در چنکله در دستی باباهایمان دیده بوده است. آن مرد پیری بیمار و دکتر ترک عمر به همدیگر خیلی انس می‌گیرند. او به خود نام عمر را می‌گیرد. این شاید تقدیر باشد میگوید دکتر عمر. یک روز در بیمارخانه دکتر عمر را تعجیلا به اتاق 217 دعوت میکنند. دکتر عمر می آید و میبیند که آن بیماری پیری هم نامش در دم مرگ است. او کلمه شهادت را میخواند و جانش را به حقدار میسپرد. بله این دنیا را ترک میکند. انا همین خیل فرزندانم. خوبی را باباهایمان میکنند و میوهش را نبیره هایمان میچشند. یا این که برعکس بعضیا بدی از باباهایشون مانده را ادامه میدهند، لیکن بعد از چند سال عذابش را میکشند. برای این خیل زیباگی دکتر بودن ارزنده نیست مگر؟
سرما چرا این خیلی میکنی؟ چرا صبر نمیکنی؟ چرا مرا فهمیدن نمیخوانی؟ نمیبینی که من تو را دوست می‌دارم. شب و روز تو از فکرم دور نمیشوی. آرامی ندارم. تو را دوست داشتن خیلی دشوار است. خیلی. خودی عشق این عذاب است. سرما عذابی سخت. لیکن من طاقت میکنم. ولی طاقت میکنم. صبر میکنم. حقیقت آخر آشکار میشود. هرچند آتش عشقت مرا میسوزاند، لیکن من طاقت میکنم. برای تو راضیم که عذاب کشم. سرما فقط خدا جان التجا میکنم که مرا از محور حقیقت دور نکن. ای خدا مرا به راه راست هدایت نما. خانه‌دار شوی بازی نیست گفته خانه‌دار شدیم. ولی بعد خود را همسر عمر حس کردم، گویا که با یک زنجیر بسته شده باشیم، گویا که او در حقیقت شوهرم باشد. یارم میخواهم که از او هیچ گاه جدا نشود. یک حس شیرین خدایا من چه ها فکر میکنم. با خوب بیا سلام، تو خانه‌دار نیستی، عمر هم شوهر تو نیست. عقلت را کار فرما سلام. اکنون وقتی رفتن آمده شد، دیگر راهی برگشتن نیست. اکنون با پای خود ایستادن را موز. با هیچ کس تکیه نکن. هیچ کس را نرنجان. فهمیدی؟ خدایا فکرت. اپای نورای. توفت را گیرو. بچه هایم را راحت گذار. وای زود رفتن می بودم، لیکن اتوبوس شب می رود. میدانم و من گفتند. به خانه دروید. التماس در نزد شما گناه کارم. کمی هم باشد گناهم را می شویم. دروید مادر جان. التماس دروید. اپای نورای ما شکرک رو میگرفتم، لیکن اون خیلی قیمت بوده است. نرفته است. میروم گفته پرده ها رو محکم کرده در بودم. اینجا خیلی مایچه های زیبا هستند. ممکن است نگاه کنه؟ البته بچه ها. دیدی چه خیلی زیبایند. از خودم شرم میکنم، لیکن نمیخواهم که مرا آدمی بد دانید. باور کنید از چنین زندگی خودم هم خیلی خسته شدم. گمان کردم که فکرت مرا از زندگی بی‌معنی خلاص میکند، اما ایشیل درو کشو. با تو میگویم درو کشو. ایشیل نگویی که مادر اینجاست. نترس، درو نمیکشم. کمی درو میکوبد و میرم. ایشیل با تو میگویم درو کشو. ایشیل این پدرم است مادر جان. بله پسرم. ایشیل میدونم که تو در خانه هستی. خواهش میکنم درو کشو. ایشیل یعنی که تو نرفته ای؟ فکر کردم که رفته ای. ببخش ایشیل، برای کارهایی کردم مرا ببخش. خودم را گم کردم. میدونی زنم بیمار است، خیلی بیمار است. میفهمی شاید زنده نماند، مردنش ممکن. ما با وی جفتی خوب نیستیم. تنها یک دیگر را طاقت میکنیم و خلاص. حقیقت همین است. تو را دل میخوام. اکنون تو را از دست دادن نمیخواهم. من تو را از دست دادن نمیخواهم. بس کن فکرت، بس کن. بس نمیکنم. تو را دوست میدارم. اگر درو نکشایی شبی دراز در همینجا ایستاده گپ میزنم.
شما آقای نورایی نیستید. اون زنی بد شما هستید. تو را دوست می‌دارم، دوست می‌دارم، دوست می‌دارم. رکشو دوست می‌دارم، دوست می‌دارم. میدونستم که میکشوی، میدونستم که دوست می‌داری. آلیا از بیمارخانه با تیمور اومدی همین طور نه؟ همسایه ها با من گفتند دختری با عقل من. مادر مرا تنها گذارید. من چی گفتم؟ حیف آبی چشمت به خدا، همه وقت گریه میکنی. مگر این خیل میشود وی عمری بی مدنیت همه وقت رو میگریوند. مادر احوال فیردوس چه خیل از دخترم؟ احوالشان حلوان وزنی، طبابت کردن دشوار شد. اوه صدیقه وی دخترش رو دیگر نمیبیند گوی. حیفی اومد چند سال روی حبس خانه رو نگاه میکنه. بس کنید. میلش حیفی تو با چار چشمت مردگی مرای دیزار هستی. من نمرده به خودت زنی دیگر یافتی. رفتیم بچه ها. درشم از ندارم دیگر برازم نیاست تو بیزارم. آلیا 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 گوش کن مرا التماس میکنم خواهش میکنم نه ترکم احوالی که نکنم آنها خیلی زیخ شدن مرا گوش کن التماس میکنم من رو زیخ کردم باید این راست بپرسم تو چی حق داری که ما را این خیل برشان کنی یک طرف ایستا از پیشی رو هم یک طرف ایستا بگویم التماس میکنم چه شد دخترم؟ این چه اول از دربان نکرچم؟ اون ما رو ندرست فهمیدمک فکر کرد که او را با دیگر زنی بحث میکنم. مرا دیدم زن را ایجا میکرد که مرا تفت کند مردنی مرا اکسار بوده هستمک. احوال این اویله را بین، احوال زن و فرزندانت را بین. گوشم حیفی تو برای مرد مگر اویله داره همین است. رب از اینجا نیست شد که چشمان تو رو نبینه. رفتم دختر رفتم بچه ها با تو قبلاهیده. خدایا من شکار کردم. ببخشید بچه ها برای شما رو هم دادنمون ببخشید. مادر جان اکنون پدرم رو دیگر نمیبینیم. مگر این خیل می شود بای پدر شماست. خواب روید اکنون. مادر جان برای که شما نگفتید که اون زن اپای نورای است. باید میگفتید که اون زنی بعد اپای نورای است. ثروت خواب کن. شبی خوش. شبی خوش. خواب کن دخترم. با این احوال پگاه چخیل جراحی میکنند کودکا پریشان چیکار میکنیم اکا نمیدونم. حاضر هیچ کار کردن نمیتونیم را بیا. بگذار فکرات هم کمتر از آب کشد. حاضر فقط باید سلامتی عالیه رو فکر کنیم. دعا کنیم که از جراحت الهی سلامت برآید. اگر این پایهایم سیاد می بودن رفته با دستان خودم او رو بوغی کرده می کشتم. بس کن پسرم با لنگه آتش روغن نریز. با هاشم خبر داده؟ من با ینگه صدیقه گپ زدم. برای سنم خیلی زیق بود. باز غمی علی ازم شد.
وای بر حالمون وای. امک جان شما همین جایید. من به شما یک گپ گفتن میخواهم. حیفی تو با افتان آمد نگر نخود با گل بر این زن خیانت کنی. فرزندانت رو فکر نکردی. با شما چی شد؟ با شما چی شد که شما رو به این احوال رسون؟ بس اکنون شما مرا کشته. هم دردی تو و هم غمی سنم مرا کشت. با من قصد دارد مگر؟ قصد دارد؟ فکرت چه شد؟ با تو گفتم همش با عیبی تو فرزندهایت به این احوال افتیدن کوزه پوشت. تو رو گوش میکنم دخترم. پگاه مرا جراحی میکنند. چی شدنش معلوم نیست. اگر مرم خدا نگه دارد دخترم. اگر مرم میخواهم که شما این رو دانید. قرارم قطعی است. امک مادر جان خیلی فکر کردم. پس از اون چیزی که امروز دیدم و شنیدم فکرت رو دیگر شوهر دانستن نمیخواهم. پگاه نزیت به کد رفته برای جدا شدن عریضه می نویسم. علیا حق است مادر جان. فکرت باید جزایش رو گیرد. پگاه همراه می رویم اپا. تمام مهلش. خیر سایده سرما گوش کنید. کنی زودتر به اینجا بیایید. مادر جان زودتر. شنیدید؟ علیا فکرت رو با معشوقش دستگیر کرده است. باز کودکان رو گرفته به خونه مادرش رفته است. همینش نمیرسید. آخر پگاه باید او رو جراحی میکردند. او همه این رو چخل میبردارد بیچاره. به خدا دلم به صدیقه میسوزد. فرزندهایش فرزند نه آفت. صدیقه بیروزی. نمیدونم دلم به فکرته که از کودکانش جدا شده از سوزد یا اینکه به سنم که در حبسخانه میپوسد. اگر باز عمر از سنم جدا شود نمیدونم حال صدیقه چی میشود. صدیقه بدبخت. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا خیلی گناهکارم. خیلی خطاگی ها کردم. خیلی خودپسندی کردم. از برای من چند کس در عذاب ماند. من این رو به خود نکردم. مرا ببخش خدا جان. به من مدد رسان خدایا. در پناهت نگه دار خدا جان. من به همه گناه عذاب راضیم خدا جان. تنها نزدیکانم عذاب نکشن خدایا. عذاب نکشن. به من راه نشانده. آیلم رو نگه دار خدایا. آیلم رو نگه دار خدا جان. اون من رو هم در پناه نگه دار. شرمنده نکن خدایا. خداوندا آمین. فکرت چی شد با ما سنم؟ کی ما رو به این احوال گرفتار کرد؟ کی؟ شد برای این زیخ هم نشو. علیه حالا روزش رو میبیند. البته میبیند. پسرم رو دوست نداشت
شوهرش را صاحبی میکرد هیچ کس از اون نمیکشید. خورشید تو چقدر پدر هستی؟ به نام خدا تو چقدر آدم هستی؟ یک مرتبه کودک رو فکر کن، یک مرتبه اویلم رو فکر کن. در دلت یک ذره رحم نیست. حیف به تو آقای خورشید، حیف تو. دریاداری سنم، ما پیشتر چقدر با یکدیگر نزدیک بودیم. اگر من خوراک نمیخوردم تو هم نمیخوردی. کارهایی که شما میکردید من هم کردم میخواستم، لیکن کردن نمیتوانستم. چقدر خنده‌آور مینمودم. یک مرتبه من مثل شما به درخت برآمدن میخواستم. هفته گفته مرا داشته بودید. تو هم یک روی کرده هفتیده سرت را زده بودی. اما که قربان با ما یک سرود یاد داده بود. شبی دراز آن را میخوانده. پدرم چنان به غضب آمده بودند که آن سرود را در یاد داری؟ Sordum sarı çiçeğe, annem baban var mıdır? Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. خدا جان درد را که دادی درمان هم میدهی. میدانم این دنیا دنیای امتحان بوده است. خدا جان در هر کار یک کاری بخیر هم هست. التجا میکنم به من برای درمان یافتن صبر بده، قوت بده خدا جان. آمین. یگان بهبودی هست؟ پسرم من در اومده میتوانم؟ البته ینگه. فردوس تو برای پسرت کارهایی کردی که به عقل راست نمی آید. من باشم برای دخترم میسوزه. میفهمی هر دویمون هم از غم فرزند میسوزه. فردوس سنم بگناه است. تو این رو نغز میدانی. اگر تو زنده مانی دخترم نجات مییابد، اگر بمیری او با همین جوانیش در حبس خزان میشود. میفهمی مثل پسری تو، لیکن دختری من بگناه است. مرا میشنوی فردوس؟ میشنوی؟ دخترم بیگناه است. خود را از دست نده. التماس چشمانت را گشا و دخترم رو نجات ده. آخر او خیلی جوان است. غیر از این گناه نکرده است که در حبس پوسد. التماس چشمانت رو گشا. چشمانت رو گشا. چشمانت رو گشا. ینگه چکار میکنید؟ گشا. خیلی بیت با خود دوید. بس کنید. خدایا. همشیره نخواست. زود انترپین را آماده کنید. زود. خوب شده است. زود باشه. چطور کنید؟ شد ینگه. گذشت. تبابت را به من دوام دید. من حاضر میایم. بیایید برایم ینگه جان. صدیقه با کجا می روی؟ مرا نمیشنوی چی؟ صدیقه؟ راه افتاده. اوه صدیقه عمر گوش کن چی میگویم. و تو خیلی ناحقی ها کردم پسرم، ببخش. استغفرالله ینگه. بله کاش زبانم رو میکندم و تو سخنهای بد نمیگفتم. آخر تو فرشته بریم پاک بودی. بیهوده تو رو غیبت کردم. وقتی که خوبی کردت رو در حق سنم فهمیدم، از شرم زمین نکفید که درایم پسرم. اوه پسرکم، مادامی که این خیل فداکاری کردی، داغ سنم رو پنهان کردی، او رو در نیمه راه نپرتا. سنم در حبس گفته از او جدا نشو. او دختر جوان است.
نخود او رو در بین راه مانی. غیر از این از سرما بوی امید نیست. دلش به دیگر کس مایل بریم. فقط از زبانش نامی تیمور میبراید و خلاص. خبر نداری؟ علیا از فکرت جدا می شود. باز تو از سنم جدا شوی. صدیقه از غم مرده نماند. فکرت با علیا برای چی جدا می شود؟ این را از خوش دامنت پرس. میلش من یک تیردشت رو خبر گیرم. تو فکر کن پسرم. خیر. میلش خانم علیا، من حجتهای لازمه و عریضه را آماده کرده به دادگاه روان کردم. یک بار دیگر میپرسم، چون که نمیخوایم یک عائله ویران شود. خوب فکر کردید؟ بله، جدا میشوم. هر چه زودتر بهتر. میلش خودتون میدونید. مرحمت، میتوانید درایید. علیا دخترم، نترس دخترم، انشالله همش خوب میشود. اگر با من یگان واقع شود این چه خیلی پس دخترم؟ التماس، هممون چقدر جدی بودن جراحی را میدانیم. اگر با من یگان واقع شود، بچه هایم به هر دوی شما امانت در دست شما مانند، پریشان نمیشوم. باوری دارم که با شما عذاب به مادری رو نمیکشم. دخترم، خواهدیر دخترم، انشالله همش خدا تو رو به من بخشه. پیش از اون که به جراحی درایم، بچه هایم رو دیدن میخواهم. تیمور، ایسا پسرم، تو اینجا بودی؟ بله مادر جان، شما با عادت کسی آمدید؟ علی رو جراحی میکنن. با سرمه گم میزدی؟ سرمه خیلی بند بود، بیمارانش زیاد بودن، برای همین فرصت گپ زدن نیافتیم. خصلت همه دخترها همین خیل است، ناز میکنن. مجبور که کردی در حال یگون کارشون میبراید. رو پسرم، با او گپ زن، رو. شیری نکنم. اتاق جراحی آماده است. مادر جون نروی. مادر جون برو نفرشید. مادر جون شیری نکن. مادر جون با کجا میشه؟ مادر جون درآید. خسته نباشید خانم سرمه. بله آقای تیمور، مرحمت. اکنون برای شما رو گوش کردن آماده هستم. یکون جایتان درد میکند؟ میبینم که شما هیچ بیکار نمیشوید خانم. من تنها برای گپ زدن آمدم. درد من همین است. اگر شما رو نبینم، با شما گپ نزنم، ناراحت میشوم. شما رو میبینم و تماما صحت میشوم. آقای تیمور، سرمه، همه‌اش را فهمیدم. درد هر دویمان یک است. قلب‌هایمان زخمین است. بیایید و زخمی همدیگر مرهم شویم. من شما را خوشبخت میکنم. و مثل دیگران هیچگاه نمیرنجانم. اگر مرا خوبتر شناسید، باوری دارم که حتما دوست خواهید داشت. شما حالا مرا نمیشناسید و من یک فرصت دیگر دهید. من التماس اپای علیه را حاضر از جراحی میبرارند. ببخشید، رفتنم لازم. گوش کن تیمور، لبای مادر. من مادر سرمه هستم. این کارو با من واگذار.
یک دسته گل گرفته به خانه ما بیاو. با پدرش گپ زن. سرما میبیند که تو رو دوست میداری. نیتت جدی است. شاید راضی میشود. تو مرا فهمیدی پسرم؟ شما شفا میابید اپای علیه. با شما خبری خیلی خوش دارم. با دکتری طبابتیتون سراب خانم صحبت کردم. او گفت که جراحی خیلی خوب گذشته است. در آینده شما میتوانید باز حامله دار شوید اپای علیه. اپای علیه، بچه هایم در کجایند؟ مادر جان شفا یابید. خدا را شکر که نجات یافتی دخترم. خدا را شکر اپا جان. هارون تو در کجا بودی؟ اومدن نتوانستم چون که با آخرین اتوبوس دیر موندم. باز مادرم هم اومدن نخواست. سعیده چیزی که شنیدم راست است؟ از روز رفتنتان واقعه های زیادی روی دادند. اپای سنم در حبس، ینگای فردوس باشند در دم مرگ. اپای علیه را جراحی کردند. یعنی از روز رفتنی ما اینجا واقعه های زیادی شده است بگو؟ نپرس هارون. مادرم باشند سرما را به یک مرد بیگانه به شوهر دادنیند. یعنی چی خیل؟ اکای عمر با اپای سرما آشتی نشدن؟ کاش که آشتی می شدن. سعیده تو چی خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ مگر نمیدونی که اکای عمر چرا با سنم خونه دار شدن؟ عمر احوالی ینگای فردوس چی خیل است؟ او به خود آمد. عمر انشالله همش خوب می شود سنم. اگر خوب نشود چی عمر؟ من چی کار میکنم؟ غم نخور سنم. چیزی که نشود تو بیگناه هستی. این را اثبات کرده میتوانی. بله غم نخور. حقیقت روی آب میپراید. دلیل ها داری. غیر از این ینگای فردوس زنده است هنوز. از خدا امیدمان رو نمیکنیم سنم. فهمیدم که همسرتان زیر نظارت است. تشکر. من همین بگاه برای آیله برپا کردن قدم اولینم را میگذارم. سرما با من همش را نقل کرد. میدانم که نامزد بودید. اکنون با دیگر کس خانه دار شده اید. ما هم با سرما آیله برپا میکنیم. همش در گذشته ماند. یگان مشکلی نباید شود، لیکن فکر کردم که از همش با خبر باشید خوب است. چون که با تو کار زیاده دارم. عمر ردلی. حیف شیری سفیدم که به تو دادم. چکل این کارو کردی؟ حدی اقل کودکایت رو فکر نکردی؟ تو وجدان نداری فکر؟ همه این کار روی کردت کم بود که باز در جراحی زند نبودی. خوب که جراحی با موفقیت گذشت. سلامتیش هم در خطر نیست. شکر. یعنی علیه کودک دار می شود؟ چی فرق دارد؟ بعد این کار روی کردت فکر کردی که باز با تو زندگی میکنده؟ صدقه همین خیل زن و فرزند های نازنین شوی. نیست شو از نازنه.
انا اینجا رو ساز کردم انا شد. مادر چی شد؟ این چه سروسی مگی؟ کی می آید؟ تیمور به خوزگاری تو می آید دخترم. چه؟ شما جدی میگویید؟ الو سرما گوش میکنم آقای عمر. من تو رو بالای تپه انتظار میشوم. التماس به نزد من بیو. با تو گپ زدن میخواهم. برای چی زنگ زده است؟ مردی زندار مگر به دیگر دختران زنگ میزنه؟ قرارشو برآورد. میدانستم از سنم جدا میشود. اپا جون با تو یک چیز گفتن میخواهم. وقتی که اومدم بد میگویی. اپا سرما دخترم با کجا میروی؟ با کجا؟ سرما 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 با من شما نقل کرد. میدانم که نامزد بودید، لیکن اکنون با دیگر خانه آشنا شده اید. ما هم با سرما آیله برپا کنیم. نخود او رو در بین راه مونی. غیر از این از سرما بوی میری نیست. دلش به دیگر کس مویل بری. اگر جدا شدی میترسم که سنم با خود یکون بیعقلی میکنم. دخترم بدبخت میشود. عمر پسر تو این رو میفهمی. عمر تو رو گوش میکنم عمر. از سنم جدا میشوی همین دور. عمر التماس با من نگاه کن. چی شد؟ سرما میدونی چی؟ آن عشقی که نسبت تو دارم در نزد همه این مشکلی ها هیچ است. مرا ببخش. مایلش عمر مایلش. یعنی تو چون این قرار برآوردی؟ یعنی راههایمان تا آخر جدا می شود؟ بایلش عمر. خدایا کیها آمدند؟ خوش آمدی پسرم. مرحمت. شام بخیر مادر جان. شام بخیر شام بخیر. حمزه نگاه کن مهمان آمد. گذر پسرم گذر. این سرما کجا رفته باشد نمیدونم. خب دخترم شد دیگر نمیخوام. من طبق رو برم دخترم. حاضر در کجا زندگی میکنید آقای تیمور؟ در حال حاضر یک خانه میکاوم. تشکر با آقای هاشم که به من کمک میکنن. روز گذشته یک خانه نشان دادن، لیکن من در محله شما خانه داشتم میکنم. این محله رو خیلی دوست داشتم. آخر خانه شما در این محله. یعنی محله من رو دوست داشته. انشالله با خواست دلتون خانه میابید. جای های ما خوب است. جای آرام، خوشبود و هوا. بله خوشبود و هوا است. خوش آمدید. خوش باشید. مادر برای چی با اپای سرما نگفتی؟ چی رو نگفتم دخترم؟ واقعه های با اپای سنم روی داده رو اکای عمر مجبورن خانه دار شدن. همه میدونن تنها من و اپام نمیدونن. به من گوش کن.
اگر این گپا رو به سرما گویی هارون رو در شب خوابت میبینی، فهمیدی؟ سرما باید نفهمد. چرا باید من نفهمم؟ هیچ چیز نه، همین خیلی گپ میزدیم دخترم. نه اپا، یک چیز هست. گپم رو فهمیدی؟ تو رو گوش میکنم سیده. چرا از من پنهان میکنید؟ یک وقت تو دوغان گفتنی امک بچه داشتیم. او اپای سنم رو در خانه بغدور تجاوز کرده است. کودکی که سنم افتانده است از دوغان. اکای عمر برای اپای سنم رو از شرمندگی نجات دادن با او خانه دار شده است. تیمور پسرم خوب هستی؟ بله، من به اینجا برای یک کار خیر آمدم. طلبگار دخترتان هستم آقا. با او خانه‌دار شدن میخواهم. آقای تیمور، اول اینکه همه‌اش بخیر باشد. آقای تیمور، اول اینکه همه‌اش بخیر باشد. دوم اینکه سرما دختری با عقل است، قرارش رو خودش میبرد. شما باید اول روزگی سرما رو گیرید، از او پرسید. سخن آخر از اوست. سرما بیا پدرت جیغ میزند. خیلی شدم که سلامتیت بهتر شده است. همش خوب می شود. علیا، همش رو از نو سر میکنیم. نه نمی شود فکرت. این آخرین فرصتی بود که من به تو دادم و تو این رو از دست دادی. همش تمام شد. این مراتب قرارم رو برآوردم. من از تو جدا می شوم. علیا، التماس به خاطر روزهای خوشبختیمون با من امکانیت ده. من حتما ایواز می شوم. انا می بینی؟ نه فکرت، ایواز نمی شوی. من به تو چند بار امکانیت دادم لیکن تو باز تکرار کردی. اکنون من برای جدا شدن عریضه دادم. عشق در قلبمان مثل آتش بوده. شعله آن روحمان را روشن می کند. عشق از هجران می سوزد لیکن با امیدهایش بهار است. در سینه‌اش غم، در کوه و صحرا همه وقت آواره می گردد. زار و حیران، زار و زار. سرما نمیشنوی؟ تو رو پدرت جیغ میزنم. بعضا امیدها می شکنند، بعضا شکسته ها شفا نمی یابند، بعضا در پیش امیدی نمی ماند، روشنی هم نمی تابد. بعضا صدا را از راهی دور می شنوند، به مانندی برگ زرد شده خزان می شوند، یا اینکه مثل شمع تا آخر سوخته تمام می شوند. همه این برای چی شدی انگار؟ برای چی؟ ای عشق، آیا میدانی که تو همه چیز هستی؟ هم زهر هستی و میکشی، هم دارو هستی و دوا میبخشی. ای عشق، بلای جان شدستی، دردی دل ناتوان شدستی. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خور نیست. بیا فردوس، فردوس بیا این جهان خیلی زیبا است. بیا به نزدم. خواهرم به وسیله شیطان باور نکن. برگرد، خود را نسوزان. آنجا آتش است، تو را برای سوزاندن جیغ میزند. نامت را فکر کن خواهرم. فردوس در جنت خیلی مقامی مهم است. پدر و مادر تو را فردوس ناماندن که لایق آنجا شوی. آنها را ناامید نکن. برگرد، نرو. بیا فردوس، تو را انتظارم. بیا 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 بیا. نه رمزی، نه نمیروم. بیا فردوس، بیا بیا. اکنون بیدار شو خواهرم. چشمانت رو بشو.
دخترم، آقای تیمور با تو خانه‌دار شدن میخواهند. تو چی میگویی؟ شما نامکن میکنید آدمای سرپسیت اینجا نشسته بود منی بمار اونجا شورا گفتیم غمزه که پولیس وایران کرد و رفت. نمیشود چه خیلی میکنم خواهد انتخابت уже هستیم رفتیم. من یک هفته اینا نیو 20 روزه با دیگر دولت میروم. نه امام هستم هست تو من کنجامو نه این گپی دیگر با آدمش بازی کردی. خمیر تو خمیر من همون ده خمیر می فتیر می واه گردنت چی کند علیشیر